سلام الله علیکم، درود فراوان بر شما بینندگان و شنوندگان نازنین. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، ز سمک تا به سماکش کشش لیلی بود. علامه طباطبایی دانشمند بزرگ این شعر را فرموده است که کشش لیلی مجنون را مجنون کرد. نقل میکنن که هارون الرشید دستور داد که لیلی را بیارن ببینه این چه کسیست که مجنون انقدر برای او فداکاری میکنه. آوردن، دید یه خانم دختر عادی است، رنگش هم سیاهه و خیلی. گفت تو خودت لیلی هستی؟ گفت بله من لیلی هستم. تو مجنون نیستی، تو چشم مجنون نیست، من لیلیم. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، ز سمک تا به سماکش کشش لیلی بود. این شعر علامه طباطباییه و من هم پشت او یک مطلبی در زیر این شعر نوشتم: دل در حرم عشق تو قربان شدنی هست. دل در حرم عشق تو قربان شدنی هست، هر مشکل عالم ز تو آسان شدنی هست. با وعده عفو و کرم و جود تو امروز، اهریمن دیروز سلیمان شدنی هست. لطف پروردگار چنینه. برید در خونه خدا. هیچ کس ناامید نشد اون کس که رفت در خانه خدا و از خدا حاجتی خواست. ادعونی استجب لکم، از من بخواهید من برای شما انجام میدم. ای موسی، اون کسی را که دوست دارم چشمش میشم، گوشش میشم، زبانش میشم، دستش میشم، پاش میشم و باهاشم راه میرم. با وعده عفو و کرم و جود تو امروز، اهریمن دیروز سلیمان شدنی هست. چون قبله امید وصال تو گزیدیم، این کافر سرخورده مسلمان شدنی هست. با یک نفس عیسویت ای مه دوران، هر درد که باشد همه دربان شدنی هست. امیدوار باشید به این که مشکلات خودتون را خودتون دواش را، چاره اون را، حل اون را خودتون پیدا کنید. با مدیتیشن کردن، با نماز صبح خوندن، نماز ظهر خوندن. این نماز نیازی است به درگاه پروردگار. فائده زندگیت بندگی کیست؟ سرمکش از قاعده بندگیت ای انسان، از قاعده بندگی خودت سر نکش. میگن تنگترین زندان ها معاشرت با آدمایی است که دوست نداری. اون از همه زندان ها تنگتره. در زندگیتون سعی کنید اون چیزی که ممکنه و نمیدونید با مطالعه کتاب، با شنیدن دیویدی های مفید، با مذاکره با دوستان، علاقمندان، با اینا مشورت کنید، سوال کنید، جستجو کنید. جستجو کننده یابنده است. خانم محترمی به نام خانم هنگامه، یکی از دانشمندان و خانم‌های دانشمند همین کالیفرنیا ما هستن، تلفن کردن و سوالی رو کردن که آیا ما در این امریکا که زندگی میکنیم، آیا اون عقاید و اصول و پندارهایی رو که ما از پدرانمون و از تاریخ گذشتمون در ایران و اینها رو داشتیم بخوایم اونها رو عمل کنیم، یا اینکه میایم اینجا متجدد بشیم و به اون چی که در اینجا هست عمل کنیم؟ اگر بخوایم اون قدیمی ها رو ما بیاریم اینجا، مردم اینجا ما رو اصلا قبول ندارن و نمیتونیم موفق بشیم. و اگر ما بخوایم اون چیزهایی رو که در فکرمون و در قلبمون و در تاریخمون و در یادمانده هامون
بذاریم کنار ناراحت میشیم از این که نکنه کار بدی کردیم. از من این سوال میکردن که کدام یک را ما پیروی کنیم و چاره ما با اون تاریخ گذشته و حالا چیست، چه رفتاری بکنیم. جوابش ای سرکار علی خانم این است که معرفت داشته باشی. باید دین و آیین نگاه نکن به این که کلفت خونه یا مادر یا پدر یا هر کی به تو یک تعلیماتی رو داده. شما وقتی که وارد در زندگی و جامعه میشی خودت مسئول هستی که انالایز کنی، یعنی بررسی کنی، کم و زیاد کنی، مطالعه کنی و آن چی که به درد جامعه میخوره و به درد خودت میخوره باید اون انجام بدی. پیغمبر اکرم میفرماید خدا گناه کسی ره میامرزه، اگر یک گناهی کرده گناهش میامرزه چنانچه بعد از که اون گناه رو انجام داد یک کار خوبی رو کرد، به یک انسانی کمک کرد، به یک محتاجی آذوقه رسوند، محبت کرد، خدا اون گناهش میامرزه برای خاطر کار خوبی رو کرده. این دینه. یعنی شما باید در جایی که زندگی میکنی طبق اون جایی که زندگی میکنی، طبق آب هواش، اگر در آلاسکا زندگی میکنی باید پالتوهای پوستی داشته باشی و چکمه پوستی داشته باشی و دستکش گرم داشته باشی و سرت هم کاملا ببندی. ولی اگر در یک جایی که آب هواش اونجور سرد نیست، طبق روال آب و هوا و فرهنگ اون جامعه ری که هستی باید زندگی بکنی. چه صحبت کردنت، چه لباس پوشیدنت، اینها همش جزئی از روش زندگیه که اون هم دین می باشد. دینی ری که ما داریم باید توجه داشته باشیم که باید طبق اون سنتی که در اونجا زندگی میکنیم، مثلا فرض بفرمایید در اسلام قانون مالیات زکات دادن و خمس دادن، اونا یه نوع زکات و یه نوع خمسه که باید بدی. وقتی امریکا میایی اینجا یه قانون داره که باید تکس بدی، از درآمدت فلان مقدار باید تکس بدی. خب طبق قانون اینجا باید رفتار کنی. نمیتونی بگی که نه در قرآن ننوشته که تکس بدید پس منم تکس نمیدم. خب این خلاف قانون اینجا و زندگی اینجاست. بعد وقتی مسن شدی خواستی کمک بگیری از دولت، بهت کمک قابلی نمیده، یه ذره بهت میده برای خاطر که مثل گداها میگه تو تکسی ندادی، اگه درآمد داشتی باید تکس میدادی. ملاحظه بفرمایید طبق سنت جایی که زندگی میکنید، از پوشاک، از رفتار، از صحبت کردن، از اتومبیل سوار شدن. شما یه خانم زیبای نازنین درس خونده استاد دانشگاه اینا باشی، بخوای مثلا برای رفت آمدنت یه ترک سوار بشی، یه ماشین بارکش سوار بشی، بری خونه باش و برگردی. این سنت اینجا نی. باید یه ماشین به طبق روال کار و سنتی که در اینجا هست، حالا یا ماشین تویوتا باشه یا مرسیدس باشه یا لکسس باشه، یه همچین ماشین باید سوار بشی. ماشین بارکش نباید سوار بشی بری، اون سنت نی. همینطور هم لباست، همینطور هم حرف زدنت، همینطور هم رفتارت و خوراکت. در یه رستورانی میری در اینجا و میگی غذای مثلا چینی بر تو بیاره، خب اون رستوران اون نپخته، باید طبق سنتی که اون رستوران هست چیزایی رو که داره نوش جان بفرمایید. این واقعیت دینه، این واقعیت و حقیقت دینی که طبق اون سنت و طبق اون روال و طبق اون آب و هوا و همه اینها جایی که زندگی میکنید، اگر یک اقلیتی هست یه زبان مخصوصی رو داره اونم یاد بگیرید. مثل این که شما در کالیفرنیا هستید، مخصوصا در قسمت جنوب کالیفرنیا زندگی بکنید، پر از مکزیکی از اینجا، بد نیست که زبان مکزیکی هم یاد بگیرید. اون هم اسپانیولی بهش میگن، زبان اسپانیولی، چون مکزیک از اسپانیا زبونش گرفته. اونم مفیده، کار بهتر براتون پیدا میشه، کمک بهتر میتونید بکنید. در جای دیگه هستید که اگه زبان آلمانی رواج داره، در بعضی از ایالت‌های امریکا وقتی که وارد میشدن مردم زمان گذشته از خارج که میآمدن، دم اون سرحد میپرسید از کجا هستی؟ میگفت از فلان شهر، مثلا از سیویس هستم. میگفت برو اتوبوس شماره 23 سوار شو. اون میبردش در یک شهرکی که همه سیویسی بودن. یا میگفت من از مثلا فرض کنید انگلیس بودم،
میگه برو اتوبوس شماره 10 سوار بشو. اون میبردش در شهرکی که همه انگلیسی بودن یا اسپانیولی بودن یا مکزیکی بودن یا ایتالیایی بودن. همین فرفکس ما جاییست که همه ایتالیایی ها می آمدن اینجا و یک رستورانی هم قدیم اینجا داشت، رستوران ایتالیایی بود. اینه که در هر جایی که زندگی میکنید خواهش دارم دین را مایه پیشرفت خودتون بدونید، نه عقب افتادگی، نه اینکه کسی کار بهتون ندن، نه اینکه کسی باهاتون احوال پرسی نکنه. وقتی جای زندگی میکنید اگه یه خانه جدید گرفتید برید این همه 4-5 تا خونه این طرف و اون طرف را در بزنید، یه هدیه‌ای بدید، کیکی بدید، کتابی بدید، گلی بدید، بگید ما اومدیم شدیم همسایه شما، اینم اسم ماست و کارت ماست، آشنا بشید باشون. خاصیت داره از براتون، فایده داره. این دین میگن. حالا تو قرآن همچین چیزی رو ننوشته، اما در فرمایشات حضرت رسول میفرماید الجار ثم الدار. اول ببین همسایه های تو کیان، بعد اونجا خونه بخر. یعنی به همسایه ها توجه داشته باش. میری اگر در یک جایی که همه همسایه ها از یک فرهنگ خاصی یا زبان خاصی یا یک هنر خاصی یا پوشاک خاصی زندگی میکنن، تو بری اونجا انگشت شمار میشی و موجب ناراحتیت ایجاد میشه. لذا اون زمان 1400 سال قبل حضرت رسول میفرماید الجار ثم الدار. اول ببین همسایه هات کیان، بعد خونه اونجا بخر. این خیلی تأثیر داره. خود من این تجربه ها رو کردم و من از تجربه خودم میخوام بهتون بگم که من وقتی جایی رو که خریدم در همین شهرک مارین کانتی، رفتم همه همسایه ها رو دیدم و آدرس هم دادم، تلفن هم دادم. یه 5-6 ماهی بعد همسایه تلفن کرد که از خونه شما من نگاه میکنم از پنجره دود داره در میاد، نمیدونم چی. گفتم خانم خیلی تشکر میکنم از تلفنی رو که کردید، الان برو اونجا دم در یه گلدون هست، من زیرش یه دونه کلید گذاشتم، اون کلید ورد رو وار کن، برو ببین تو آشپزخونه چیه. رفت وا کرد، 10 دقیقه بعد تلفن کرد که بله کتری آب چایی رو روشن گذاشته بودید، این داشت دود میکرد، داشت میسوخت، من برداشتم و همه چیز درست کردم، هیچ نگران نباشید. ببینید همسایه چقدر به درد میخوره. ببینید شما چقدر فکر باید داشته باشید که اگر در یک زمانی کلیدتون رو گم کردید، اومدید در خونه چیکار کنید، چجوری برید تو یک کلید دوم رو درست کنید، یه جایی قایم کنید. البته نه جایی رو که هر کسی بدون پیدا بکنه، داشته باشید که برای روز مبادا یعنی روز مبادا یعنی روزی که مبادا کلیدتون گم کرده باشید، مبادا خونه میخواد آتیش بگیره، مبادا یه اشتباهی که اون کلید دم دست باشه. اینا یه چیزایی تو قرآن ننوشته، اما در قرآن میفرماید شما باید صاحب عقل باشید، صاحب دانش باشید، صاحب تجربه باشید. اینا رو هی میفرماید و همه این یادداشت‌ها هم داده که استاد باید داشته باشید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بپرسید از کسانی که معرفت دارن. اگر یه چیزی رو نمیدونید نشینید تو خونه بگید من نمیدونم. خدا دانشش گذاشته، منتها نور در پشت در است، در گشودن هنر است. باید در را بزنید، زنگ بزنید تا جوابت بدن. شما یه ساعت جایی میخوای بری، برو یه ساعت پشت در خونه وایسا، زنگ نزن. خب کسی در باز نمیکنه برات. دعوتت کردن، منتظرت هم هستن، سفرم افتاده، شما زنگ نمیزنی. میگه خب وا کنن اگه میخوان من بیام. اینو بهش میگن حماقت. نباید آدم در دنیا احمق زندگی کنه. گفتم که حضرت عیسی از اینجا در میرن. گفتن چرا در میری؟ گفت یه مرد احمق اونجاست، من از او دارم فرار میکنم. گفتن خب تو همه رو شفا میدی، اونم برو. گفت نه، اون غضب خدا بر اوست، اون قابل شفا نی. و ما باید کاری رو بکنیم که غضب کسی بر ما شامل نشه، به ویژه غضب پروردگار. این را توجه داشته باشید و در زندگی کوشش کنید که روحانیت و دین مایه پیشرفت زندگی شما بشه، مایه خوشنامی شما بشه.
اگر تو این دنیا تو بهشت زندگی کردی اونجا میری بهشت، اگر تو این دنیا تو جهنم زندگی کردی اونجا هم خبری نی. بهشت اونجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، اذیت نکنه کسی را. در دنیا هم باید در بهشت زندگی بکنی تا اینکه انشاءالله در زندگی خوشنام باشی. یادداشت داشته باشید، روزانه یادداشت کنید کاراتونه، کتاب مطالعه بکنید. من روی سخنم مخصوصاً به ویژه به خانم‌های محترمه که در زندگیتون روزی نیم ساعت 1 ساعت کتاب مطالعه کنید، قرآن بخوانید، دعاهای خوب را بخوانید، شعر را بخوانید، دیوان شعر حافظ، سعدی، مثنوی، فردوسی، اینقدر دیوانهای زیبا داریم. حالا الحمدلله ما یه دیوان درست کردیم به نام دیوان خراسانی، اونم اگه دلتون خواست اگه تلفن کنید براتون میفرستیم، خوشحالم میشیم که تقدیمتون بکنیم. این چیزها و این توفیقات در این دنیا ها، بریم سراغش و استفاده کنیم از او. اگر نه این کتابی که دارید اگر نخونید میمونه، همینجور ناخونده میمونه و بعد پشیمانی فایده نداره دیگه. این عقیده ماست. این کتاب سعدیه، حتما بنویسید از ایران برای شما بیارن. کیمیای سعادت کتاب امام محمد غزالی از کتابای نازنینی نیست که باید شما داشته باشید. کتاب مثنوی هم که باید در زندگیتون باشه. اینها کتاب‌هایی است و این هم کشکول سان فرانسیسکو، کتاب خود منه که من 18 تا کتاب نوشتم. این آخرین کتابیه که من چاپ کردم به نام کشکول خراسانی. یک چیزای جامعی رو داره که مثل کشکول درویشا که هر کسی یه چیزی توش میندازه، منم جمع کردم اسمش گذاشتم کشکول سان فرانسیسکو، چون در سان فرانسیسکو بودم و این را جمع کردم شده کشکول سان فرانسیسکو. چیزای جالبی داره. به بعضی از دوستان که من فرستادم گفتن آقا تا صبح ما نخوابیدیم، بس که این جالب بود نمیتونیم بخوابیم، می‌خواستیم تکمیلش کنیم. اینی که سعی کنید از خودتون یادگاری بذارید. اولاد صالح، اگر ازدواج نکردید کوشش کنید که نگاتیو نباشید به هر چیزی که پیشنهاد میکنن از برای ازدواج. اگر خانمیه اگر آقاییه مطالعه کنید و بررسی کنید. زودی نگید من نمیخوام توش نی. در این دنیا بگی نمیخوام تو ضرر کردی. باید بگی میخوام ولی با مطالعه. کوشش کنید ازدواج کنید. پیغمبر اکرم هر کسی غریبه‌ای که تازه میامد خدمت حضرت سلام میکرد و احوال پرسی میکرد و مسلمان میشد میفرمودن که آیا ازدواج کردی؟ اگه میگفت نه میگفت چرا ازدواج نکردی؟ یکی آمد و حضرت اینو پرسیدن، گفت که من کسی رو پیدا نکردم، زنی رو پیدا نکردم. که حضرت فرمودن به مقدار شماره مردها خدا زن هم خلق کرده یا شاید هم بیشتر. وقت تو میگی من پیدا نکردم هنوز، همچین چیزی نمیشه. نگشتی، رفت و یه هفته دیگه دست یه خانومی رو گرفت که آقا بیاد عقد کنه. گفت ها چطور شد؟ گفت چی شما گفتید برو بگرد، رفتم گشتم پیدا کردم. برو بگرد و اون خواسته خودت، حالا چه همسر باشه، چه کتابی رو میخوایی، چه تجارتی رو میخوایی، چه شغلی رو میخوایی، برو بگرد پیدا کن، پیدا میکنی. این دنیایی که لشمس ینبغی ان لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار، دنیای به این عظمتی که هیچ وقت آفتاب به مهتاب نمیرسه و مهتاب هم قبل از آفتاب در نمیاد. یه همچین دنیای منظمی که خدا خلق کرده برای ماست. خلق لکم السماوات والارض، زمین و آسمان ها رو برای ما خلق کرده که ما استفاده کنیم ازش. اما سراغ نگاتیو ها نرید، سراغ خرافات نرید. اگر در این تلویزیون ها کسی میاد نگاتیو حرف میزنه، یعنی منفی صحبت میکنه، یعنی بدگویی میکنه از هر کشوری، از هر سیاستی بدگویی نباید بکنه. گل فروش باید باشه، نیاد از فلان دین یا فلان مذهب یا فلان آیین یا فلان سیاستمدار هی بگرده و نقطه های ضعف اونه گنده بکنه و بدگویی بکنه. این درست نیست. البته اینم توجه داشته باشید اینا میخوان زندگی بکنن این گوینده ها غالبا، و برای ادامه زندگیشون از یک جایی که
میخوان بدگویی از فلان شخص یا دولت یا فلان بکنه، به این حق و حسابی میدن که بیاد این بدگویی ها رو بکنه. هیچ کی هم نیست که این حسابا رو بررسی کنه، بگه ای آقای محترمی که تو میای اینجا اینجور بدگویی میکنی، از کجا درآمدته؟ بپرسید شما. عوض این که انتقاد بکنید بهش، نه، تلفن کنید بگید آقا شما که میای 1 ساعت اینجا صحبت میکنید چقدر به این تلویزیون پول میدی؟ پول میگیرن تلویزیون ها. بعد کی خرج شما رو میده؟ در لس آنجلس زندگی میکنی یا واشنگتن زندگی میکنی؟ ماهی $5000 خرج ده. دکون عطاری داری؟ بقالی داری؟ چی داری که ماهی $5000 بر شما پول میده؟ اینو بپرسید، جواب نداره بده. اگر جواب بده دروغ میگه ممکنه. نکنه از یک برنامه یک اداره اینتلیجنس سرویس یک کشوری برای اون پول میدن که به اون کشور دیگه فحش بده و ما بخوریم اون فحشاره. اینجور نباید باشه زندگیمون. و متاسفانه این ایرانیایی که آمدن اینجا، اون پولداراشون که دیگه انقدر مشغول پولداری جمع کردن هستن که فرصت ندارن که یک چیزهای مفیدی رو از برای جامعهشون فراهم کنن. اونایی هم که پول ندارن همش دلشون شور میزنه که یک کاری پیدا کنن و پول در بیارن. وقتی پولدار شدن دیگه کسی رو نمیشناسن. این تجربه من از جامعه ایرانیا که البته مردان خوب هم داریم، دوستان خوب هم داریم، نویسنده های خوب هم داریم، اما ما میخوایم همه خوب بشن، همه در راه مستقیم حرکت کنن و به نفع ایران و به نفع یک افکار صحیح و یک کارهای مفید در جامعه. در هر عقیده هستی باید به جامعه ای که زندگی میکنی مفید باشی و فایده هم ببری. بگیر و بدست. حضرت بودا در مجسمه هایی که داره یه دست اینطوری داره جلو، یه دست هم اینجا، یعنی یه دست رو میگیره و یه دست دیگه میده. شما باید با یه دستتون بگیرید، با یه دستتون بدید. همه رو جمع بکنید سنگین میشه. همه رو جمع بکنید ندید. ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک. در قرآن کریم میفرماید که هیچ وقت دستت نبند به گردن، هیچ خرج نکنی. ولا تبسطها کل البسط. هرچی هم داری یه مرتبه یه روزه به همه نده، کم کم بده. نه اسراف در دادن و نه زیاده روی در نگه داشتن. این را زندگی متعادل میگن. این را میگن مسلمان، این را میگن انسان، این را میگن آدم. از حضرت حوا پرسیدن این آدم آخرش آدم شد، گفت حالا مشغوله. باید آدم باشی، انسان باشی، یعنی با انس و محبت. انسان از کلمه انس آمده. با انس باشی، با محبت باشی، با گذشت باشی، با عفو باشی. یک دست بدی و یک دست بگیری، هر دوش گرفتنی نباشه. بعد هم در کنار این دست داشتن باید دوستانی را هم شما تربیت بکنی. بارها من گفتم و اگر 1000 بارم تکرار کنم باز کمه. چقدر دوست دارید که بهش میتونید اطمینان کنید، در وقت حاجت میتونید بهش تلفن کنید، زنگ بزنید، برید دیدنش و از او حاجت خودتون را که عاقلانه باشه، نه اینکه بهش بی خودی بگید بیا ببین $5000 بده من قرض خونم بدم. قرض خونه تو خودت باید تهیه میکردی، بی خودی قرض نمیکردی. نه، برای چیزهای ضروری که کمک او مفید باشه باید دوستانی رو داشته باشید. اذا قال صدیق که قم فقلت الی این فلسته به صدیق. اگر دوست بهت میگه که پاشو بریم، اگه بهش بگی کجا، تو دوستش نیستی. باید اطمینان بهش داشته باشی. دوستت باید پولدار باشه، خوشنام باشه، خوش حساب باشه، غیبت نکنه، اذیت نکنه. اینا رو در او باید تجربه بکنی، بعد دوستش بشی. نه برای پولش، نه برای شکل صورتش، برای وجود و قلب پاکش دوست باش بشی و دست بدی و بگی من همه جور با تو همکاری میکنم. Anything you want I will do. Anything I need you should do. یک همچین دوستانی ره چند تا داری؟ یه مرتبه نباشه که حتی خیش قومای شما با شما دوست نباشن. اولادتون قهر کنن بذارن برن چون خوب تربیتشون نکردید. باید جوری تربیت کنی اولاد را و رفتار کنی با عائله خودت و زن و شوهر و برادر و خواهر، جوری رفتار کنی که فدایی باشن در زندگی با تو.
امکان داره. اگر امکان نداشت خدا خلق نمی کرد. این همه دوستان نازنین، این همه بزرگوارانی که همیشه به کمک میان و خدمت میکنن و خدمت به جامعه میکنن. شما نگاه کنید این نویسندگانی که واقعا شب بیدار میمونن کتاب مینویسن، برای شما دارن میخوان بنویسن، نه برای خودشون. یا اینکه مؤسساتی رو میسازن، خیریه‌ای رو میسازن، اینا برای خاطر جامعه میسازن، باید از اونا تقدیر کرد و ما هم باید کپی کنیم اونا رو. کپی کنید برای جای خیرات ساختن، جای مفید از برای مردم، بودجه رو بذارید از برای بینوایان، از برای کمک به محتاجانی که در افریقا هستن، از برای کمک به کسانی که در هر کجا هستن. همه این دنیا یکیه، جهان یک عالمی است، یک جهانی است. امروز همه ما به همدیگه باید کمک کنیم، چینی به ایرانی، ایرانی به چینی، همین رو. نه اینکه بی خودی برای خاطر اینکه بالا چشم تو ابروه ما تو رو سانکشن میکنیم، نمیذاریم گندم برای تو بیاد، نمیذاریم نفتت بفروشی، نمیذاریم. اینا درست نیست، اینا شیطانیه، اینا طلب چیزهایی است که حق ندارن اون مطالبه ها رو بکنن. ما گلوبال شدیم، جهان جهانی شده، دنیای ما همه یکیم، همه به هم باید خوبی کنیم. نه اینکه یک کشوری کشور دیگه رو بر خاطر که زورگوه بایکوت میکنه، تجارتش جلوش میگیره، یا اون کشور ضعیف هم که ضعیفه نادانی میکنه فحش میده. چرا بی خودی فحش میدید به کسی؟ چرا بی خودی یک حرفایی رو میزنید که فایده‌ای برای جامعهتون نداره؟ از بیکاریه، از نادونیه که بی خودی به یک کشور عظیمی مثل امریکا بد و بیرا میگید. خب این چی برای شما میاره؟ نباید ما این اشتباهات گذشتمون را، اشتباهات 30 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل، امروز مطالعه کردیم، میدونیم اشتباه، بازم ما تکرار کنیم؟ حیف از این دنیای به این عظمتی، دنیای به این خوبی، دنیایی که اگر هر آینه تمام برگ‌های درخت‌ها کاغذ بشن و همه شاخه‌ها قلم بشن و آب دریاها دوات بشن، بخواهیم نعمت‌های الهی را بشماریم، باز هم نمیتوانیم. این در قرآن کریم هم هست. نمیخواد حالا من همه اینا رو تکرار کنم، اما بیاییم قدر این دنیای خودمون را مثل یک انسان با وظیفه، یعنی خداوند شما را طبق یک قانونی خلق کرده که باید طبق اون قانون و سنتی که خلق کرده رفتار کنی. از بالا پشتبون میخوای بیای پایین، سنت خدا این است که جاذبه رو گذاشته که اگه خودت ول کنی از بالا پشتبون پایین، میفتی سرکلت میشکونه. بهت اون معلوماتی رو داده که آسانسور درست کنی، پله ها درست کنی، وضعی رو درست کنی که بیای پایین بدون اینکه ناراحت بشی. همین طورم برای بالا رفتن، میخوای بری بالا باید وسایل درست کنی. نمیشه بگی من پرواز کنم برم روی بالای پشتبون بدون هیچ وسیله‌ای. نه، این نمونه است از برای همه کارهای زندگیمون. همه کارهای زندگیمون باید طبق روال سنتی که در اون زندگی میکنیم. شما بینندگان محترمی که در امریکا زندگی میکنید باید طبق سنت امریکا زندگی کنید، و شمایی که در ایران و جاهای دیگر این برنامه رو میشنوید باید طبق سنت اونجا رفتار کنید. جایی که میخواید برید تمام وسایلش از یه ماه قبل، 1 سال قبل، 6 ماه قبل فراهم کنید. یه مرتبه فردا میخواید مسافرت برید، نه گذرنامه‌تون رو تمدید کردید، نه ویزا گرفتید، نه بلیط میدونید چیه، نه فردا میخواید برید اونجا هم نمیدونید هوا چه جوریه، آیا بارون میاد، آیا گرمه، آیا سرده، میخواید برید به فلان مملکت. تمام اینا رو قبلا باید در نظر بگیرید. بودجه اونجایی که هستید چه زبانی حرف میزنن، هواش چطوره، چه وسیله‌ای دارید برید، اینا رو باید بلد باشید. اگر نه میمونید. در یه سفری که من به هندوستان کردم، در هندوستان اون وقت هواپیما خیلی کم بود، قصه مال 30-40 سال قبله. هواپیما از بمبئی میخواستم برم به دهلی و هواپیما نبود. پرسیدم من قبل از که برم به هندوستان از خیلی از دوستان هندی و غیر هندی و اینا پرسیدم که خب من میخوام برم اونجا چیه. یه چیز این بود که آقا بیشتر کار اونجا، روال کار اینه که ببینن اگه شما خارجی هستی هر حاجتی که میخوای یک اداره یا یک مؤسسه یا یک کسی انجام بده باید یه چیزی یا باشه که هدیه بهشون بدی. توقع دارن، حقوقشون کمه، احتیاج دارن. خب من اینجا پرسیدم، یادم دادن وقتی رفتم بمبئی
میخواستم برم به دهلی، دوستان میگفتن آقا بلیط گرفتی؟ میگفتم نه. میگفتن برو بابا اصلا بلیط پیدا نمیشه، هواپیما پیدا نمیشه، فلان پیدا نمیشه، باید یه هفته قبل بگیری، 2 هفته قبل. گفتم من همش یه هفته این قسمت میخوام باشم، یعنی چه؟ گفتم حالا من یه کارش میکنم. برداشتم گذرنامه بردم، لاش گلای گذرنامه یه دونه 10 روپیه‌ای یا 20 روپیه‌ای یادم نیست، حالا یه پولی گذاشتم و رفتم اونجا. گفتم آقا این گذرنامه منه، واکن و یه بلیط برای دهلی برام صادر بکن. این وا کرد، توش اون پول دید، یواش برداشت گذاشت تو کشوش و فوراً بر من بلیط صادر کرد داد. همه تعجب کردن که ای آقا چطوری شما برات بلیط گرفتن؟ نگفتم من بهشون چیکار کردم، ولی این راهشه، باید راهاش بلد باشی، یاد بگیری، بپرسی طبق روال و سنت اونجا. اگه نمیگه جا نداری، برو هر کار میخوای بکنی بکن. زبونتون خوب باشه، فکرتون خوب باشه. به لندن مسافرت میکردم، یکی از دوستان گفت با هواپیما که میرید با بلیط درجه 1 برید، درجه 2 و 3 نرید، شأن شما و مقام شما صحیح نیست که حالا با درجه 2 برید اونجا تو اون گده ها هم بپلکید تو بچه ها و گریه و فلان اینا. من رفتم، حالا 4 نفرم بودیم، میخواستیم بریم به لندن، خود و فامیل و اینا. رفتم و به اون خانمی که توی شرکت هواپیمایی کار میکرد توی فرودگاه بلیطاری من گرفته بودم، رفتم اونجا پرسیدم که اگر من این بلیط درجه 2 که آژانس بر من گرفته درجه 3 گرفته، اگه بخوام عوض کنم به بلیط درجه 1 چقدر میشه؟ گفت خیلی گرون میشه، $5000 میشه. گفتم نه، من فکر نکردم که همچین چیزی باشه. به آژانس هم گفتم نه، همون بلیط درجه 2 رو بفرست. فرد درجه 3 گرفتن و ما رفتیم فرودگاه، بلیط را گذاشتن رو این خانم که کارت هواپیما رو بده، صندلی رو معین کنه. وقتی گرفت رفت تو تلویزیون، هی مشغول تایپ کردن شد اینها، بدون که سرش بلند کنه گفت خیلی ببخشید آقا این تلویزیون کامپیوتر ذره من معطل کرده، معذرت میخوام که اینجور معطل کرده منه، شما معطل میشید. من گفتم با اون همه زیبایی رو که من ایستادم، به انگلیسی گفتم، در لندن بود، گفتم with the beauty that I am standing in the front I don't mind to wait hours. با این زیبایی رو که من در جور مقابل ایستادم مهم نمیدونم که اگر 1 ساعت معطل شم. تا اینو گفتم این خوشش اومد از این حرف، سرش بلند کرد و گفت you made my day، تو روز منو خوشنود کردی، من شما رو در درجه 1 میذارم. 4 تا پاس درجه 1 داد، با یه زبون خوش، با یه رفتار نیکو. این زندگی ما باید باشه در همه امورمون. در نماز خوندنتون با عجله نداشته باشید که بگید من اشتباه کردم 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت. نماز یعنی مدیتیشن کردن و با خدا صحبت کردن. گفتن هر وقت که رفتن خدمت حضرت امام صادق، اگر کسی نبود و مشغول درس نبود و اینها، یا با خدا صحبت میکرد یا خدا با او صحبت میکرد. گفتن یعنی چه خدا او با خدا صحبت میکرد؟ گفتن یعنی قرآن میخوند با خدا صحبت میکرد، یا اینی که نماز میخوند خدا با او صحبت میکرد. شما نماز که میخونید با خدا صحبت میکنید، قرآن که بخونید خدا با شما صحبت میکنه. اینا رو بهش توجه داشته باشیم و سعی کنیم که انشاءالله زندگیمون طبق دستورات ائمه اطهار و بزرگان دین باشه، برای خدمات دینی و معلوماتی که برای لازم دارید که فکر میفرمایید که این مرکز دینی ما، خدمات ایرانی ما میتونه کمک بکنه، هر فکری که میفرمایید مشورت کنید، سوال کنید. بلد باشیم، امکان داشته باشه از برامون، ما با کمال افتخار تقدیمتون میکنیم و روزگار شما انشاءالله همیشه با خوشی و رفتارتون نیکو و مورد پسند پروردگار باشه که هم در این دنیا بهتون جزای خیر